نظر پروفسور کولین کمپل در مورد شیر و لبنیات و ارتباط آنها با دیابت، پوکی استخوان، سرطان و بیماری‌های قلبی عروقی چیست؟ جمله ایشون رو گوش کنین. جامع‌ترین تحقیق تاریخ پزشکی رو ایشون انجام داده. شاید بتوان گفت که پروتئین‌های شیر گاو مهمترین مواد سرطانزایی هستند که انسان تا کنون با آنها در تماس بوده است. میگن میخوای استخوانات محکم شه؟ باید شیر بخوری. به خصوص بچه‌ها روزی یه لیتر باید شیر بخوری. استخوان محکم. شیر منجر به پوکی استخوان میشه. چطور ممکنه شیر که همیشه به ما گفتن خیلی خوبه و خیلی مفیده باعث استخواناتو محکم میکنه، چطور من میتونم باور کنم که شیر نه تنها برام مفید نیست، باعث پوکی استخوان میشه؟ آخه این در تضاد، این پارادوکسه. ببینید ماجرا چیه. ما هر وقت ماده غذایی وارد بدنمون میشه که اون ماده غذایی منجر به اوور اسیدیتی میشه، اسیدیته بدن رو افزایش میده، بدن بلافاصله خودش رو نورمالایز میکنه، طبیعی میکنه، خودش رو به حالت طبیعی برمیگردونه. ماده اصلی که بدن ازش استفاده میکنه که شرایط اسیدی رو فوری به حالت نرمال برگردونه کلسیومه. این کلسیوم از کجا میاد؟ استخوان ها میاد دیگه. اول خون، ولی حجم کلسیوم موجود در خون بسیار اندکه. وقتی ما ماده‌ای میخوریم مثل محصولات جانوری، به ویژه گوشت، بدن به شدت اسیدی میشه. نیاز هست که مقدار بسیار زیادی کلسیوم بدن برداره، تزریق کنه به خون که بدن په‌هاش بدن نرمال بشه دوباره. این سوال پیش میاد که مگه وقتی ما شیر میخوریم، لبنیات میخوریم، خودش پر از کلسیوم نیست؟ پر از کلسیوم شیر. پس چرا بدن وقتی شیر میخوریم برای اینکه خودش رو قلیایی کنه از استخوان برمی‌داره؟ این که منطقی نیست که. چطور ممکنه همچین چیزی؟ نکته اینه وقتی ما شیر و لبنیات میخوریم بدن بلافاصله اسیدی میشه. از اینجا میره پایین وضعیت په‌هاش معده و ترشحات معده تغییر میکنه، بلافاصله تغییر میکنه. اما کلسیوم موجود در شیر همون لحظه در دسترس بدن قرار نمیگیره که. شیر اگه با شکم خالی بخوریم، اگه سیستم گوارش سالمی داشته باشیم، حدود 40 دقیقه طول میکشه که بدن بتونه استخراج کنه کلسیوم رو و جذب کنه. شیر رو میخوریم که کلسیومش همون دقیقه نمیره تو خون، که طول میکشه این. ولی از گلو که میره پایین همون دقیقه اسیدی میکنه. وقتی اسیدی شد، پاراتیروئید PTH ترشح میکنه، پاراتیروئید هورمون تارگت اصلیش کجاست؟ سلول های اوستئوکلاست از استخوان ها هستن. اوستئوکلاست ها در بافت استخوانی چی کار میکنن؟ میکنه و کلسیوم میفرسته تو خون. این کارو میکنه بلافاصله و حجم زیادی کلسیوم از بدن خارج میشه برای اینکه ما زنده بمونیم. کسایی که هر روز یه لیوان شیر میخوره، به بچه‌ش هم هر روز یه لیوان شیر میده. اولا که هیچ جانوری ما نداریم که پس از سن بلوغ، پس از سن رشد شیر بخوره. ما کلا در پستانداران هیچ جانوری نداریم که شیر بخور. به انسان که میرسیم 50 سالشه میگن روزی یه لیوان شیر تو نمیخوری یا؟ شیر اصلا آنزیم های هضم کننده شیر 2 سال اول هست دیگه. قرار نیست ما تو در سن 60 سالگی هنوز شیر بخوریم که. شما هیچ جانوری رو نمیبینید که این کارو بکنه. تازه شیر مادر نه، شیر یه گاو، یه موجود دیگه نداریم ما همچین چیزی تو طبیعت. این فقط مختص انسانه و بیمارستان‌های فوق تخصصی و انواع سرطان و مشکلاتی که میبینید با اون آمارها فقط مال انسانه. ما قطعا داریم کارهای غلطی میکنیم.